اتفاقا در حرکت اخیری که زنان در منطقه تفتان برگزار کرده بودند علیه غارت منابع معدنی و همچنین آلودگی محیط زیست، اونجا اشاره کرده بودند به ستمکشی مردم بلوچستان و خودشان و مقایسه کرده بودند با ستمکشی مردم فلسطین. از این طریق اعلام همبستگی متقابل کردند، برخلاف برخی شعارهای ناسیونالیستی که به ویژه سلطنت طلبها سعی در پمپاژ اون دارن که بسیار فلسطین رو رها کن، اینو رها کن، اونو رها کن، در حالی که و حتی شوق و ذوق نشون میدن برای اینکه کی اسرائیل یا آمریکا حمله بکنه و رژیم چنج رو برای اینا برمقام بیاره و اینا رو ببره در کاخهایشون که البته به قول شتر هم در بلوچستان زیاده، شتر در خواب بیند هم بدانی. خب رحیم بندوی بلوچ، نظر شما را در مورد جریانات سیاسی و مذهبی فعال در بلوچستان میشنویم و همچنین پاسخ شما را به انتقادی که به ویژه یعقوب کرد در رابطه با بخشی از مواضع حزب مردم بلوچستان. بسیار خوب. ببینید، در ارتباط با بلوچستان متاسفانه این واقعیت انکارناپذیره که بلوچستان در یک چنبره فشار مذهبی از هر چهار طرف قرار گرفته. مردم بلوچستان منظورم، هم از طرف پاکستان با توجه به اینکه به هر حال مرکز به قول معروف اون مدرسه های مذهبی یا دینی است که بنا به خواست در واقع دولت انگلیس وقتی که پاکستان رو به وجود آورد، اصلا به خاطر همینم درست کرد که اونجا مدارس مذهبی باشه. بعدش هم برای مسئله افغانستان و مسئله طالبان هست، اونم یک فشاری در درون مردم بلوچستان. جمهوری اسلامی ایران هم که از ابتدای از سال 57 در واقع به همین شکل بوده. بعد یه جنبه دیگه هم نگاه بکنیم ببینیم مثلا بلوچ‌ها با توجه به جمعیت بسیار عظیمی از بلوچ‌ها اون سمت خلیج و در میان کشورهای عربی و برای اونجا هستن، از اونجا هم به شکلی در واقع همین تفکرات هم به همین شکل هم داره به یک شکلی عمل میکنه تو بلوچستان. منظورم اینه که در یک همچنین جامعه ای از این که به قول معروف تحت چنبره‌های گوناگون تحت فشار است از زوایای گوناگون، خب انتظاری بیشتر هم از این به نظر من اگر داشته باشیم غیر منصفانه خواهد بود که تصورمون این باشه که مثلا اونجا حرف اول رو نیروهای مترقی دموکرات بزنن تا نیروهای مذهبی. دقیقاً می‌بینیم الان برای صحبت شد اینجا دوستان مطرح کردن که نیروهای مذهبی یا کلا اون فرهنگ مذهبی اونجا یک حالت غالبیت داره، اما نیروهایی که الان موجود هستند میتونیم در واقع به دو بخش تقسیمشون کنیم. یک بخش به عنوان نیروهای مذهبی، یک بخش به عنوان اون کسانی که ضمن احترام در واقع به عقاید مذهبی به عنوان مسائل شخصی و فردی هر کسی هستش، اینا به شکل‌هایی در واقع مسائل حقوق بشر و دموکراسی و مسائل سیاسی رو دارن مطرح می‌کنند. این بخش به دو بخش دوباره تقسیم میشن که یک بخشی از نیروهای منظورم ملی دموکرات بخوام بگم یا کلا نیروهای چپ دموکرات بخوام بگم که برای دوستان اینجا بودن و صحبت کردن، مواضعشون هم مشخص بود. در ارتباط با نیروهای ملی دموکرات دو دستند، یه دستشون به هر حال خواهان استقلال هستند و یک دسته هم خواهان همزیستی مسالمت آمیز حول یک سیستم فدرالی که البته به رأی گذاشته نخواهد شد، همچنان که در واقع پس از جمهوری اسلامی مسئله زن زندگی آزادی رو مسئله برابر حقوقی زن مرد رو کسی به رفراندوم نخواهد گذاشت یا جدای دین از دولت رو کسی به رفراندوم نخواهد گذاشت. به همین شکل هم فدرالیسم هم کسی به رفراندوم نباید گذاشته بشه. با توجه به این سرکوب 100 ساله که بوده، به هر حال حق دارن مردم اونجا که پارلمان‌های منطقی خودشون و نهادهای اجرایی به عنوان دولت منطقی خودشون داشته باشند. اینا در ارتباط با مردم درون ایران دقیقاً همچنان که شما فرمودید یا دوستان فرمودن، عذر میخوام، دو بخشن. یک بخش هم همونایی که تفکرات غالب مذهبی و با توجه به تبعیضات مذهبی که اشاره کردن دوستان که جمهوری اسلامی ایران اعمال کرده، خب طبیعی است هر کسی مورد تبعیض قرار بگیره با دفاع کنه از حق خودش و ما نیروهای دموکرات هم ضمن دفاع از بر علیه این تبعیضات مذهبی شده اما خواهان جدای دین از دولت هستیم. اون بخش مذهبی مردم بلوچستان من میتونم بگم به دو دسته هستند.
یک بخشی در هر صورت، مثلا جيش العدل رو بخوام مطرح کنم، جيش العدل مسئله فدرالیسم رو مطرح میکنه، یعنی اینکه برای خواستار یک سیستم عرفی هست در ارتباط با ساختار حکومتی اینا. اما وقتی که در ارتباط با مسئله اساسنامه اینا ازشون پرسیده میشه در ارتباط با این مسئله موضعشون در قبال حقوق زنان چه هست، خب چیزی رو مطرح نمیکنن به دلیل اینکه اساسنامه ندارن. اما یک بخش دیگه ای که مثل انصارالفرقان و برای گروه های دیگه که به شکل های مختلف با طالبان افغانستان و یا حتی اون تحریک طالبان پاکستان در واقع ارتباط دارند که واقعا میشه که احساس خطر بزرگی هم در این رابطه کرد، خب اون بخش کلا خواستار حاکمیت شرع اسلام هستند. و یه بخش دیگه از نیروهای مذهبی در بلوچستان همانند مسجد مکی و همانند مثلا اون بخشی که مولوی عبدالغفار نقشبندی پشتیبانی میکنند، خوشبختانه این بخش در ارتباط با جدای دین از دولت من فکر میکنم تا الان مواضع خودشون روشن کردند و این به نظر من یک جنبه مثبتی است، با توجه به اینکه در بلوچستان اون بخشی که مثلا مسجد مکی رو دارن نمایندگی میکنن بخش روشنفکران و تحصیل کردگان دانشگاهی هم به شکل‌هایی در اونجا ارتباط داشتند و ارتباط دارند و خوشبختانه اون بخش دانشگاهیان و اون بخشی که به قول معروف نیروهای بروکرات به قول معروف بخوام حسابشون توی بخش برای دانشگاه هستند، توی بخش‌های اداری هستند و توی بخش‌های آموزشی فلان هستند، این بخش اتفاقا در ارتباط با مسئله دموکراسی دقیقا همراهیشون یا تفکراتشون به شکل‌های مختلف انعکاسی که ما شنیدیم بی شباهت به سیستم ساختار فدرال دموکراتیکی یا جمهوری فدرال دموکراتیکی که از سوی حزب مردم مطرح شده، سیستم فدرال به شکلی در واقع مطرح میکنند که همین بخش رو پشتیبانی میکنند و در عین حال فراموش هم نکنیم اون بخش از نیروهای مذهبی وقتی که صحبت از مسجد مکی میشه یا صحبت از برای اون بخشی به عنوان دادخواهان، الان اسم دقیقاً یادم رفت که مورد نقشبندی درشون نقش دارن، اون بخش در واقع هم خواستار یک سیستم فدرال هستند با توجه به، حالا کلمش مهم نیست برای اون شاید مطرح نکنند، با توجه به که در درون هستند و با توجه به این که به قول معروف کسانی مثل مولوی عبدالحمید یا نمیدونم برای اون کسایی دیگه که اون در داخل هستند، من و شما نباید انتظار رو داشته باشیم که انگار در خارج نشستیم و بتونیم شعارش رو بدیم. اینا به نظر من قابل فهم هست موضع‌گیری هایی که اونا دارن میکنن و میبینیم برای یک بار میبینیم که به قول معروف میخ میزنند، یک بارم به نل میزنند به یک شکل مختلفی، به این شکل قابل فهم هست. اینه که در این رابطه به نظر من اون بخش از نیروهای مذهبی که در بلوچستان خواهان حاکمیت شرع هستند، حالا به شکلی که برای حالا جمهوری اسلامی ایران هم نشون داده و به همین دلیل هم تو دوران زن زندگی آزادی بلوچستان یکی از اون مرکزهایی بود که بیش از 1 سال در واقع در این رابطه مقاومت کرد و رهبریت این سیستم مذهبی، این به قول معروف فعالیت‌های مردمی که برای مذهبی هستند به شکل خیلی واضح و روشن جدای دین رو از دولت مطرح می‌کردن. من هرگز فراموش نمی‌کنم که مولوی عبدالحمید خیلی عیان مطرح کرد و به همین دلیل مورد پشتیبانی قرار گرفت که گفت تمام فسادی که در ایران هست به دلیل حاکمیت یک حکومت مذهبی است. و این به نظر من از نقشی که مولوی عبدالحمید در اینجا در ارتباط با جدای دین از دولت بازی کرد به اندازه‌ای که من و دوست رحیم جان، چرا پس مولوی عبدالحمید وقتی این طالبان آدمخوار به قدرت رسیدن مجدداً براشون پیام تبریک داد؟ اگه این واقعا به جدایی اتفاقا دقیقاً هم در همین رابطه ازشون پرسیده شد، گفتند که اونا میگفتند ما عوض شدیم ولی عوض نشدن و در این رابطه از خودش انتقاد کرد. من اینا رو نمیگم که بخوام از یک سیستم مذهبی بخوام پشتیبانی کنم، چه مولوی عبدالحمید باشه، چه جیش العدل باشه، چه انصارالفرقان باشه، هر کسی باشه، بهشون این رو خواهم گفت که تا الان جامعه بشری کنونی امروز قرن 21 نشون داده هر کجا حکومت مذهبی حاکم بوده اتفاقا مردم از مذهب روی گردان شدن، همچنان که در ایران. رحیم عزیز چون 1 دقیقه بیشتر فرصت دیگه من تا آخر صحبت نکردم با توجه به این صحبت
انتقاد یعقوب در مورد سیاست خارجی و بین‌المللی شما از جمله مسئله فلسطین و امپریالیست‌ها و اینا مگه مایلی پاسخ بده؟ ببینید در ارتباط با مسئله فلسطین، این مسئله که پیش اومد، اگر چنانچه پای جمهوری اسلامی ایران و نیروهای نیابتی پای جمهوری اسلام مستقیما درگیر نبود و نقش نداشت، و این نبود که حزب مردم بلوچستان و بقیه احزابی که در درون کنگره ملیت‌های ایران هستند، احزاب متعلق به ملیت‌های گوناگون رو میگم، اکثرا در این رابطه قطعا موضع‌گیری علنی میکردن. اما ما این موضع‌گیری علنی رو از آنجایی که در واقع پای جمهوری اسلامی ایران به این شکل مطرح بود و وارد بود به شکل علنی نگرفتیم، ولی ما در تظاهرات هایی که به نفع خلق فلسطین انجام میشد هممون رفتیم شرکت کردیم. همه احزاب، چه از کردستان باشن، چه از بلوچستان باشن، چه از نمیدونم آذربایجان و جای دیگه باشن. اینه که در این رابطه از اونجایی که ما به عنوان تشکلات سیاسی هستیم، برای ما اون مثلا برای من اون منافع ملی مردم بلوچستان اولویت داره تا اینکه بخوام یک مسئله دیگری رو بخوام اولویت بدم. وانگهی ما به عنوان احزاب سیاسی هستیم که در ارتباط با یک دولت، و عذر میخوام این نکته رو بخوام اضافه کنم، اتفاقا ما در ارتباط با همچین موضع‌گیری هایی که قبلا ها مجبور میشدیم بگیریم، وقتی که موضع‌گیری میشد دوچار تنش شدیم، به دلیل اینکه به هر حال در درون همین ائتلاف هایی که هستیم، فرض بفرمایید ما ترک هایی داریم که به هر حال به شکل های کشور ترکیه براشون مطرح است، عرب هایی که داریم به هر حال کشورهای دیگه عرب براشون مطرح است و قص الهذا. به همین دلیل به عنوان یک حزب سیاسی ما تصمیم گرفتیم، حالا این نه تنها فقط حزب مردم بلوچستان بلکه کل ائتلاف دموکراتیک عضو میخوام همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری و به اضافه کنگره ملیت‌های ایران فدرال به شکل رسمی خیلی ممنون ندادن. خیلی ممنون